عملی سازی پروژه های برنامه میثاق شهروندی یک بار دیگر به تأخیر افتاده. زمان بخش نخست این برنامه که قرار بود پارسال تکمیل شود تا ماه نوامبر سال روان میلادی تمدید شده، اما کنون وزارت احیا و انکشاف دهات میگوید که شمار از پروژه های این برنامه میثاق شهروندی تا ماه نوامبر امسال نیز عملی نخواهند شد. شرکت برشنا میگوید که کارهای پروژه تولید برق خورشیدی روی آب بند نغلو 10% پیش رفتند. مسئولان این شرکت می‌افزایند که قرار است تا یک سال دیگر این پروژه به بهره برداری سپرده شود. این نخستین پروژه برق خورشیدی است که دستگاه‌های تولید برق آن به گونه شناور روی آب گذاشته می‌شوند. حیدرشاه امید گزارش می‌دهد. در 8 ماهی که از امضای پیمان پروژه برق خورشیدی بند نغلو می‌گذرد، تا کنون تنها 10% از کارهای این پروژه به پیش رفته است. با عملی شدن این پروژه تولید برق خورشیدی در کشور با بیش از 40% افزایش به حدود 63 مگاوات برق خواهد رسید. برای این پروژه زمین نیاز نبوده و سطح آب بند نغلو برای تولید برق استفاده صورت خواهد گرفت. پروژه سولر شناور نغلو به ظرفیت 20 مگاوات برق احداث می شود. یکی از کارشناسان انرژی خورشیدی میگوید که حکومت افغانستان حتی در مقایسه با تولید برق از منابع آبی به تولید برق خورشیدی تمرکز کند، چون پروژه های بزرگ برق خورشیدی در یک سال عملی می شوند، در حالی که پروژه های برق آبی کم از کم 5 سال زمان خواهند برد. به عین ظرفیتی که یک پروژه هایدروپاور شما بسازین، میتونین یک پروژه سولر در یک سال شما به بهره برداری بسپارین. از این خاطر خیلی ارزان تمام میشه، هم نیازمندی های مردم رفع میشه. پروژه برق خورشیدی بند نغلو 34.5 میلیون دلار هزینه برمی‌دارد که در چارچوب مشارکت عامه و خصوصی با کمک اداره توسعه جهانی ایالات متحده آمریکا عملی می شود.